تجلیل از سالگره دنیا غزل در عالم مسافرت و فراق خانواده. دنیا غزل هنرمندی که از چندین سال بدین سو به شهرت رسیده و اکنون به دور از خانواده‌اش در عالم مسافرت زندگی می کند. در تازه ترین اقدام خبر از برپایی جشن تولدش توسط خانواده‌اش را داده و در این مورد چیزهایی گفته است که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت. پس تا آخر این ویدیو با ما باشید و برای دوست شدن علامت سابسکرایب را فشار بدهید. دنیا غزل هنرمند جوان که با خواهرش مهرما غزل یکجا فعالیت‌های فردی را آغاز کرد و با اشتراک در برنامه‌های کنسردی و تفریحی رسانه‌ها اکنون به شهرت رسیده. ویدیویی از کیک سالگره‌اش را در صفحه رسمیش نشر کرده و با نشر این تصویر واژه‌های دردناک را به خاطر دوری خانواده‌اش بیان کرده است. این جشن تولد که در آن دنیا غزل حضور نداشت، توسط خانواده‌اش مخصوصاً مهرما غزل خواهر خرد دنیا غزل ترتیب داده شده تا دنیا غزل درد فراق خانواده را احساس نکند. دنیا غزل به حمایت از خانواده‌اش در پای این ویدیو که از طرف خودش نشر شده چنین نوشته است: نمیفهمم با کدام لفظ تشکری کنم از فامیل عزیزم که سالگره مرا به یاد داشتند. اگرچه دور هم هستم از پیششان، باز هم برایم تجلیل کردند. قربان تک تک شما شوم. شکر که شما را دارم. بسیار خوشحال شدم. اصلا خوشی‌های خود را بیان کردن نمیتوانم و تشکر از مهرما جان. دوری و فراق خانواده برای هر کسی دشوار و سخت است که هر روز انسان را پژمرده و پریشان می سازد. بودن در کنار خانواده یکی از نعمات بزرگی است که هر کسی باید قدر لحظات بودن در کنار خانواده خویش را بداند. به هر صورت ما برای دنیا غزل سال روز تولدش را تبریک می گوییم. به امید روزی که بتواند هر چه زودتر در کنار خانوادهش یکجا شود و از بودن در کنار آنها لذت ببرد. به هر صورت شما می توانید نظرتان را در مورد کارکردهای دنیا غزل در کامنت بنویسید. سپاس از اینکه تا این دم با ما بودید. اگر تا اکنون عضو کانال ما نیستید، برای دوست شدن در کانال ما علامت سابسکرایب را فشار بدهید.